زنک؟ آبای مردک قریبتر کردیم یا خودتا؟ باور که امروز هم که کردم مونده شدیم هم گرسنه شدیم اکی میشید که در بیرون هم بخورم با که خراب بخور دیگه حتی زنک حاضر بعد 5 منوت تیار میشد کمتر جوشیده تیار میشد مردک میخوره خب زنک جون من ایستارم ایستاش که مردک وعده های کردگیتون چی شد؟ بیرون میرین تماشا میبرم استراحت میبرم گفتین زنک راستی گفت من خودم همین چیزا فکر کرده هستم چند وقت اراده دادم که استراحت میریم یک اونجا تماشا میریم فرصت شوه همین پگه اگر کارم کم ترک مثال سبکتر باشه حتما به تماشا میبرم پگه نشید اگر روز دیگر نه انشالله که یک گلوش کرده من کار سبکتر میکنم و استراحت میریم خب مردک با این چیزا خب حاضر بیاین مردک جان السلام علیکم و علیکم سلام بیاین مردک جان زنک من گفتم اگر کارم سبکتر باشه من به استراحت میریم زود برای لباسو تعالش که رفتن در کار خب مردک جان خب تیسترش که یه گمانم آرزوهایم به گوریستان میماند دلی پرغوس از غم سر آنگم بیان میمانم دلی پرغوس از غم سر آنگم بیان میماند زنک جان تزدر کن در جان صدقه تزدر کن شکر به همه درد و غمات زندگی شد که این قند بلند شده ایستوده است یک بار جبلی زنگ زدم چی همین بچه هم زنگ زده زیق کردم خدا با شکر که همین بچه تولد کرده بودم اوچه جان لبای جان اوچه بچه جان چه داری؟ شکرانه الله مهربان اوچه جان همین شما خوب باشین فکر کنین که ما 100% خوبیم بهتریم اوچه بچه میماره در آوازات چی حال داری کلی نازه؟ شکرانه الله مهربان اوچه جان نه کار اومدم راستی چند وقته هم وعده دادمش که استراحت میبرم شما دوی مقصد تاکید میکنه که بچه هم کلینه نرنجام بچه هم کلینه قدش خوب معامله که بچه هم کلینه یک جا تماشا بر که زیغ نشود راستی گپ همه امروز فرصت شد میگم یک تماشا برامش هم طرف ورزاب یک اونجا بریم یک کم ترک با عصباش آرام میشه بیچاره زن دایم در خونه میشینه خیلی میفهمم چه خیلی نیت دارم چه بچه می کارو تا که سبو کردی با یک من آمده خبر گیر بچه هم بعد که اومدی یک بیگه من خبر گیر اومده بیگه او چه؟ تینجه او چه جان؟ بخیره او خیلی اگه سلامتیتون خوب هسته داروتون سری وقت خورده هسته او خیلی؟ بخیره بچه هم بخیره کم ترک سه چون رو شد که قندم بلند شده بچه هم یک می اومدی تو هم پیش دختره می رفتی قندتون بلند شده باشه؟ خیلی خداوند بخیر باشه حاضر من در دقیقه پس اگه نمیام میرسم نه بچه جان اول کارو تبیل برزم تا بچه هم
کارو تمام کن با بیا میریم بچه اوچه جان یا التماس جانم شوین اوچه گوشم کنین در زندگی اوچه ای استراحت ای کیف و صفا ای عیش اشرت خورد مقصد دیگر که تماشا و دیگر چیزا همش اوچه جان میشود همه دا برای ما مهم اوچه جان ای سلامتی شما ای بدن شما ای خنده شما اوچه جان آزیر من 10 دقیقه پس اوچه میرسم تماشا باید میشود وقت سوال شد خواب اوچه با همه مادرش زن زد چه؟ این مادری این ما را یکان جا استراحت رفتن نمیمونه وقتی که ما یکان جا رفتنی شویم فقط او کسل میشه و درداش پیدا میشود ما یکان جا ای دسته او رفتن نمیتونیم میگی فقط یک تا فرزند داره و تمام ما کی این مادرش خلاص میشیده باشیم مردک جان ما تیار شدیم میریم؟ تیار شده خوب زنک بله میریم نکی دیگر جا میریم جان مردک جان مادر قندش بلندتر شده زنگ زد که بگه وقت چید بیا خبرم بگی اصلا دختر دبر نشونم ته حوزی رفتن در کار زنک میترسم که سلامتی مادر با بدتر نشود خودت میدونی که همه چی را یافته میشود که مادر یافته نمیشه زنک ما یکان جا رفتنی شویم فقط درد مادرت پیدا میشود و مادرت کسل میشود و مادرت زنگ میزنه ای مردک او مادرت فقط یک فرزند داره 3 تا بچه و 3 دختر دیگر هم داره به فکرم نمیتونه که خانه بچه هاش روه نمیتونه خانه دختراش روه داروما ای بیاره همه چیزاش فقط تو میبری ما یک روز استراحت رفتنی شدیم دردی مادرت پیدا میشوه نمیتونه که فرزنداش گیره بره نگاهش کنه فقط ما ایمو تمام ای زنکی ابله ای زنکی به عقل تو مرا نشان نده چیکار کردن چیکار نکردن ما در این خونه من قرار میبرم که چیکار کنم چیکار نکنم فهمیدی؟ دومی که به عقل مادر در من تو را با تاجیکی گفته استم که سلامتی مادر بد شده قندش بلند شده میفهمی؟ این استراحتی کیف صفایی گشت و گذار همش میشوه نکی مادر یافته نمیشوه میفهمی؟ بعد زنک گمراهی به سوادی به عقل درست مادری من خیری من 6 تا فرزند داره 6 تا فرزند نکی تی یک باره به عقل به سواد گمراه فکر که من غیری مادرم 6 تا مادر دیگر دارم غیری مادرم 6 تا مادر دیگر دارم 1 تا مادر دارم که امروز که من اگر دست بتمش دیگه من یک تاری موشه با یک دنیا یافته و خریده نمیتونم